با سلام. من میخواستم چند عیب متداولی که سشوارها پیدا میکنن برای شما شرح بدم. یکی از عیوب مهمی که این سشوار پیدا میکنن اینه که ببینید اینجا یک هواکشی هست توری ماننده. این در اثر اینکه هوا از این طرف وارد میشه و جلو خارج میشه معمولا تمام ذراتی که در هوا معلق هستن، مثلا کرک مثلا یا گرد و خاک رو در واقع جذب میکنن و این کرک ها روی این قسمت جمع میشه و این باعث میشه که خوب هوا رو نکشه. وقتی که به اصطلاح این پروانه سشوار هوا رو خوب نکشه، این نمیتونه اون به اصطلاح اون المنت سشوار رو خوب خنک بکنه. در نتیجه المنت این سشوار بیش از حد گرم میشه، یعنی به درجه به اصطلاح سرخ شدن میرسه. وقتی که سرخ شد، خود این به اصطلاح المنت یک ترموستاتی داره که وقتی که اون درجه حرارت از یک حدی بالاتر رفت، این ترموستات اصلا کل سشوار رو قطع میکنه و از کار میندازه. بنابراین در این حالت وقتی که یک چنین حالتی به وجود آمد، بایستی که این پنجره رو بپیچونید به این شکل باز کن، در بیارید. ببینید این پنجره با یک چرخش ببینید بسته میشه، یه صدایی میکنه بسته میشه. بعد به طرف به اصطلاح خلاف عقربه ساعت بچرخونید، این باز میشه، در میاد. بعد اینو بایستی که تمام این کرک ها با این ذرات و این گرد و خاکی که جمع شده تمیز کنید. بهتره که اصلا ببرید زیر شیر آب، اینو قشنگ بشورید، بعد خشک. ببینید ذرات رو این قسمت توری مانند جمع میشه که باید باز کنید و کاملا تمیز کنید، ببرید زیر شیر آب بشورید که پاک بشه و اون مشکل رفع میشه دیگه. سشوار دیگه قطر نمیکنه و داغ نمیشه. خب بعضی وقتا سشوار رو روشن میکنیم، میبینیم که صدای ناهنجار تولید میکنه این سشوار. صدای مثلا فرض کنید که سوت مانند، همچین صداهایی در اثر چرخش. ببینید این علتش اینه که پروانه سشوار حتما شل شده و این آمده به طرف عقب سشوار و در این حالت این نوک این پره ها میگیره به بدنه سشوار و این آثار ساییدگی هم الان دیده میشه. اگه ببینید این آثار ساییدگی دیده میشه. ببینید در چنین حالتی شما بایستی که این درپوش سشوار رو بردارید. چجوری برمیدارید؟ اینجا 3 تا پیچ هست، پیچ ستاره. با این آچار این پیچ ها رو باز میکنید، این پیچ ها رو برمیدارید، این 3 تا پیچ رو. این درپوش راحت جدا میشه. بعد که جدا شد، این پروانه رو بایستی که اون مهره روش رو شل کنید، ببرید به طرف جلوتر، ببرید به طرف جلو موتور و یک کمی هم باید خلاصی داشته باشه. بعد این مهره رو صفر کنید و دیگه اون نمیگیره به قسمت درپوش سشوار و عیب شما به این ترتیب رفع میشه و بعد اون درپوش رو میذارید و این پیچ ها رو راحت میبندید. ببینید این پیچ ها رو من الان باز میکنم. این پیچ ها آچار ستاره مانند بهش میخوره، آچار ستاره مانندی که سوراخ داشته باشه که بتونه وارد برجستگی در واقع پیچ بشه. الان ببینید این پیچ ها رو به این ترتیب من باز میکنم، به این ترتیب پیچ ها باز میشه. وقتی که این پیچ ها باز شد، ما خیلی راحت این درپوش رو به این شکل ببینید باز میکنیم، در میاریم. نگاه کنید الان درپوش خیلی راحت، ببینید، نگاه کنید، ببینید باز شد. ببینید این زایده بایستی، این زایده باید از این قسمت خارج بشه.
ما در پوش اینجوری میتونیم کنار بذاریم. بعد اینجا ببینید این قسمت ها برخورد کرده به این قسمت داخل. ببینید نگاه کنید اون خورده شده این قسمت های مقدار. چرا؟ به خاطر اینکه این پیچه شل شده، این پروانه آمده به سمت عقب و این قسمت ها برخورد کرده با اون بدنه. ما باید این پیچ رو باز کنیم، بعد پروانه رو ببریم یک کمی جلو. ببینید الان یک کمی خلاص، نگاه کنید ببینید یک کمی خلاصه. نباید تا آخر ببریم بعد پیچ رو صفر کنیم، یک کمی باید خلاصی داشته باشه به اندازه مثلا 0.5 میلیمتر کافیه. ببینید بعد پیچ صفر میکنیم. این پیچ ما یه آچار باز میشه و بعد صفر میشه. خیلی راحت باز کردن و بستنش هم که دیگه مشخصه چیزی.